اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. چه فایده نداشت. سلام علیکم. عرض ادب، احترام خدمت مردم شریف. این که دارم میگم تعارف نیست، خدا شاهد. همین صبح رفته بودیم این کتابخانه مرحوم آقای وزیری و اونجا داشتم به مسئول کتابخانه، اونجا یک روحانی عزیزی بود، خدمتشون عرض می‌کردم، گفتم من واقعا به عنوان کسی که 5-6 دور کل ایرانو چرخیدم، شهرهای مختلفو دیدم، خب همه این ایران مثل بهشته، مثل گلستانه که هر جایی یه رنگ و بوی خودشو داره و مردم شریف یزد رو اگر من بخوام توصیف بکنم، اولین صفتی که به ذهنم میرسه نجابته. واقعا مردم نجیبی هستن و باعث افتخار این که خدمت شما هستم. انشاءالله این دقایق یه وقتی شد ساعات که محضر شما هستم مفید فایده باشه و مرضی درگاه خداوند متعال و آستان مقدس حضرت ولی عصر انشاءالله قرار بگیره. خب هر بار که در منطقه اتفاقاتی میفته که یه خورده ملتهب میشه فضا، یه خورده به هم میریزه، از اون نظم و عادت خودش خارج میشه، مسائل مرتبط با ظهور حضرت امام زمان میفته سر زبونا. همین اتفاقاتی که در سوریه افتاد، من دیدم کلی در شبکه‌های اجتماعی مردم پست میذارن، شروع میکنن حرف زدن، نکاتی رو مطرح میکنن، درست و غلط. مهم اینه که این جامعه تشنه ظهور امام زمان. این اولین بحث ها. مسئله بعدی اینه که خب حالا که تشنه ظهور امام زمان هست، باید معارف درست مهدوی بهش داده بشه. اجازه بفرمایید یه خورده میخوام راجع به این بحثا و بخشی راجع به نشانه های ظهور براتون صحبت بکنم که آقا چقدر اینا قابل اتکا، چقدر ما میتونیم بهش استناد بکنیم. در مؤسسه یه برنامه هم شروع کردیم با متخصصان درجه 1 مهدویت از اساتید حوزه و دانشگاه. تقریبا 7-8 تا برنامه‌ش هم ضبط شده، تمام شده. به زودی میذاریم تو اینترنت پخش میکنیم، برید مفصل اونجا گوش کنید. اسم برنامه هم اینک آخرالزمانه. با این عنوان سرچ بفرمایید میاد اونجا، تو شبکه‌های اجتماعی برید نگاه. خب ببینید عزیزان، نشانه‌های ظهور یه سری کاربردهای جدی داره برای ما. اولینش اینه که امید رو در جامعه زنده نگه می‌داره تو عصر آخرالزمان که عصر سیاهیه. همه میدونن که هر موقع چیزای عجیب غریب و گناه‌های عجیب غریب و آشوب‌ها و ملاحم و فتن و جنگ‌ها و اینجور چیزا دیده میشه، مردم میگن آخرالزمان ها. یعنی عصری است که مساوی با سیاهیه، با ظلمت. از کی شروع شده؟ از بعثت پیامبر. چرا؟ چون خود حضرت عیسی علیه السلام در پیشگویی‌هاش این بود که در آخرالزمان پیامبری می آید. پس آخرالزمان با بعثت یا به دنیا آمدن پیامبر شروع شده. هرچی پیش میریم آخرالزمان تر می شود. تو این سریال مختار وقتی این زنا اومده بودن توی خیابون داشتن شلوغ میکردن، فتنه میکردن، یه اتفاقاتی افتاد، یکی به اون یکی گفت نگاه آخرالزمان شده. دیالوگ سریال مختار سند ما نیست، اما میخوام بگم که آخرالزمان تعریفش اینه. در بین غربی ها آخرالزمان شناسی ما نداریم، به این معنی نداریم. اونا اسکاتولوژی دارن به معنی پایان دنیا، یعنی معادل شما بخوایم بگیم قیامت شناسی. به این شکل اونا خیلی بین ظهور منجی و قیامت تفاوت قائل نیستن، ما تفاوت قائلیم.
بدانید روایات ما میگه بعد از ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تمام اهل بیت میان حکومت میکنه. اینو بدانید. و آخرین حکومت هم حکومت خود حضرت پیامبر گرامی اسلامه که کابینش وزراش اهل بیتن. ببین چه حکومتی میشه. اعتقاد به رجعت جز اساسی ترین اعتقادات ماست. شما تو زیارت جامعه میگید به ایابکم، به بازگشت شما من معتقدم، مؤمنم، به رجعت شما. این دقت کنید، به مکرر بودن رجعت شما. یعنی حتی برداشت میشه که یک بار هم نه، چند مرتبه رجعت صورت خواهد گرفت. در اون رجعت آدمای خیلی خوب و آدمای خیلی بد بازگردونده میشن. آدمای خیلی خوب لایق اینن روی همین زمین، عنایت داشته باشید، روی همین زمین بهشت زمینی رو ببینن. قرآن از 2 بهشت اسم میبره، جنتان، 2 بهشت. یک بهشت روی زمین ساخته خواهد شد، یک بهشت هم حواله آخرت. فکر نکنید تشیع امید فقط داره به حواله آخرت، اینجوری نیست. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. همین زمین باید به ارث مستضعفین برسه. مستضعف بر باب استفعال یعنی کسی که به زور یک اتفاق افتاده. ضعیف عادی نیست، به زور ضعیف نگهش داشتن. مثلا که استخبارات به زور خبر گرفتن. عربا به اطلاعاتشون میگن بازجوییه. استضعاف یعنی این نبوده طرف ضعیف باشه، برنامه ریزی کردید، نقشه کشیدید به زور ضعیف نگه داشته باشه. اما باید یک شرایطی محقق بشه. اولیش اینه دنیا آماده پذیرش امام زمان بشه. امام ما فقط امام شیعیان نیست، امام همه مردم دنیاست. و همه این کسایی که امروز میبینید نگران غزه‌اند، از بچه کشی غزه بدشون میاد، یدخلون فی دین الله افواجا، موج موج شیعه خواهند شد. روزی برسه که یه خبر برسه 10 میلیون نفر فلانجا شیعه شدن، 20 میلیون اینجا شیعه شدن، شهردار فلانجا اعلام کرد توی مرکز شهر جمع شدن، همه با هم فلان کردن، یک پتیشنی گذاشتن، یک جای دارن امضا جمع میکنن، کسایی که امضا کردن گفتن ما شیعه شدیم. تو شبکه‌های اجتماعی داره پخش میشه اشهد ان علی ولی الله هایی که کل این شبکه‌های اجتماعی رو گرفته. ان شاء الله به چشم سرمون این روزها رو ببینیم. همین شبکه‌های اجتماعی که شکل گرفته، من سخنرانی سال 1355 مرحوم آقای خزعلی رو بهش اشاره می‌کنم. 1355 ایشون تو قم داشته سخنرانی می‌کرده. اون موقع من واقعا به پسرش گفتم من نمیدونم ایشون خودش چقدر یقین داشته به این حرفی که داره میزنه. اون موقعی که نخ اثری از اینترنت هست، هیچی نیست، تلفن این تلفن قورباغه‌ایاست. ایشون عین عبارت در تفسیر این آیه، من این صوتشو پخش کردم برای اولین بار، حتما شنیدید، معجزه تشیع، معجزه است. وقتی اشاره میکنه میگه زمین برای اینکه برسه سال برسه باید شرایط فراهم بشه، دفعتا نیست. این امام این دنیاست، کل دنیا باید این تشنگی قبل ظهور شکل بگیره. کل دنیا باید به این نتیجه برسن جز ولی معصوم و امام زمان هیچ کس نمیتونه مشکل گشایی کنه. هر کی اومده جز برای چاپیدن و بردن و چلوندن مردم برنامه‌ای نداره. ناکارآمدی تمام مدل‌های حکومتی جز حکومت اهل بیت باید اثبات بشه که فردا روزی یه نفر بر نگرده بگه نه درسته ها، این آقا حکومت خوبی تشکیل داد اما مدل ما هم خوب بود اگر تست میشه. و یک ابزار فنی باید برای این فراهم بشه که ما در روایات داریم. تو روایات ما هست میگه مردم کنج خونه هاشون میشینن،
هم صدای همو میشنون هم تصویر همو میبینن. این ما نشانهای قبل ظهور. اینو شما سال 55 به این نفر میگفتیم با دیوونه شدیم. این مربوط به روایت قبل ظهوره. میگه ظهور امام زمان وقتی شکل میگیره مردم نگاه میکنن به کف دستشون خبر ظهور رو میبینن. این اگه 20 سال پیش به من شما میگفتیم یعنی چی؟ امروز من شما کاملا درک داریم. باید شرایط دنیا جوری فراهم بشه در کسری از ثانیه بشود خبری مثل بمب در دنیا بترکد. همانطور که الان داره این اتفاقات میفته. فلان هواپیما سقوط کرد، فلان کس رئیس جمهور شد، فلان کس ترامپ به کانادا نمیدونم چی گفت. نمیشنوید اینا رو؟ در کسری از ثانیه خبردار نمیشید؟ آقای رئیسی هلیکوپترش سقوط کرد، پخش زنده چندین نفر تو یوتیوب اون پهپاد دوربینش رو داشتن نگاه میکرد. یادتون رفته؟ میگه این باید اتفاق بیفته که مردم بتونن غمها، شادیها، چهرهها، سختیها، خوشحالیها، اینها رو با هم به اشتراک بگذارن. دنیا باید بشه یه خونه. سلسله اعصاب این کره زمین رو باید به هم متصل کنه. این مال قبل ظهور در روایات شیعه آمده و این واسه افتخار ماست. بسم الله. این اگه معجزه نیست چیه؟ 1400 سال پیش یک عربی این حرفا رو بزنه در کجا؟ یعنی کنار این تا با ما شما میگیم آخر الزمان یه جوری برنامه‌شون من شما درست کردن، یعنی گناه. بله گناه هست، منکرش نیستم، منم داد میزنم، خبر دارم، یقینا از شما بیشتر خبر دارم. اما اینو بدونید شیطان هم نمیتواند از پازل خدا بیرون بیاد. شما این شبکه‌های اجتماعی ساخته شده برای اینکه گناه گسترش پیدا کنه، شبکه‌های اجتماعی ساخته شده برای اینکه امریکا بتونه تسلط پیدا کنه. الان هم داره استارلینکش رو درست میکنه، اینترنت بده و اصلا حکومت‌ها ندونن دخالت کنن. بله اینو میفهمم، با همین خواهد خورد. فرعون موسی رو تو خونش داشت بزرگ میکرد، این شیطان کدوم گوری بود بره به فرعون بگه خب اینو بگی بکشش؟ این نیست که شیطان همه چی خبر داشته باشه، همه کار بتونه بکنه. این حرفا رو اجازه نده تو ذهن شما بکارن. این شرکه. شیطان خرکیه. یه مؤمن اصلا دقت کردی ما اصلا مستقیم با شیطان هیچ وقت حرف نمیزنیم؟ دقت کردی؟ اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. لعنت خدا بر شیطان لعین الرجیم. با شیطان ما چیکار داریم؟ بابامون گفته با بی تربیت‌ها حرف نزنیم. قصه همینه. مبادا اجازه بدید مکر شیطان و برنامه‌شون رو بزرگتر از اون چیزی که هست بدید. ان کید الشیطان کان ضعیفا. آیه قرآنه. کید شیطان ضعیفه برای مؤمن، اما مؤمن باید آماده باشه، مغرور نشه، خودش رو همیشه مبتلا ببینه، همیشه از قیامت و عذاب و عقاب بترسه، اشک بریزه، همانطور که اهل بیت اشک میریختن. اهل بیت برای قیامت گریه کردن. دعای کمیل رو ببینید. غرور نگیردمون. اما بدونید اینا طبیعی دنیاست. طبیعی دنیاست. من صدای ترک خوردن قدرت پوشالی شیطان رو دارم میشنوم، ترکاشو دارم میبینم. با تمام سلطه‌ای که اینا دارن تو ماجرای مثلا غزه میخواستن نگه دارن، تونستن؟ جوری شده این صهیونیست‌ها این ورور دنیا میرن جرئت نمیکنن بگن ما کجایی هستیم. رستورانیه مینازش بیرون، اون بهش بلیت نمیده. میبینید؟ همین عملیات وعده صادقی که ما انجام دادیم، همین موشک‌ها پهپادایی که فرستادیم، چطور اینا میلیونی بازدید میخورد توی مثلا تیک تاک؟
برای چی؟ مردم گفتن یه نفر از اینا رو بزنه، این جیگر ما باد کرده. یعنی باید شرایط برای حضور منتقم جهانی فراهم بشه. یعنی مردم باید ببینن، باید بی ارزگی غیر شیعه به دنیا اثبات بشه. نمیبینید؟ یعنی مردم دنیا دارن میگن اون برادر سنی فلسطینی ما چرا فقط 4 تا کشور از این حمایت میکنن؟ چرا فقط یمنیا، ایرانیا، لبنانیا، عراقیا؟ 1,800,000,000 دیگه مسلمان کجان؟ اردنی که با اینا مرز دارن کجان؟ مصری با اینا مرز داره کجاست؟ حجت خدا باید تمام بشه قبلش. این نشانه ها بخشیش برای اینه که تو دل این اتفاقات من و تو خالی نکنیم. خدا با غیر شیعه کاری نداره اینجا. مخاطب اون روایت ها من و توییم. نترسی اگه دیدی خبر همجنس بازی دنیا رو گرفتا، دلت خالی نشه ها. نترسی اگر دیدی ربا و نزول دنیا رو گرفتا، دلت خالی نشه وا. برای این یعنی همیشه این امید رو زنده نگه. اینم به شما بگم، هیچ کسی جای ولی معصوم رو نمیتونه بگیره، نه جمهوری اسلامی نه غیر جمهوری اسلامی، هیچ کس جای حکومت امام زمان نمیتونه. امام خودش میگه فکر نکنید ما تو جمهوری اسلامی میتونیم عدالت آنچنانی برقرار کنیم. نمیتونیم. عدالت عالی درجه 1 فقط کار علی و اولادشه. اینو بدونید. توان ما خارج اصلا. آیه به این معنی ول کنیم مملکت بره؟ نه. خود من میدونم، من چهره منتقدیم، هر جا میخوام سخنرانی کنم قبلش من میگه ریش گرو میزنن آقا تو رو خدا به فلانی چیزی نگی، به بهمانی چیزی نگی. الان اینجا ازم قول گرفتم، منم قول دادم. گفتم نه کاریشون ندارم باشه. اما من کاریشون داشته باشم نداشته باشم مسئله عوض نمیشه. رو سر جای صورت مسئله رو پاک نکنید. خب نکته دیگه خوب دل بدید. حضرت حجت پس زمانی ظهور میکند که خدا حجتش رو تمام کرده باشه. به تمام مردم دنیا باید حجت تمام شه. تمام مدل‌های حکومتی باید تست بشه. امروز شما مثلا غرب رو نگاه کن، دیگه از کانادا بیشتر همراه با آمریکا. چیکارشون کرد؟ ببین از اروپا به دانمارکیا میگه من گرینلند میگیرم ازتون. چرا میخواد بگیره؟ این بخش عمده از منابع جهانی نفت و گاز زیر اونجاست، تو قطب شماله. میخواد سلطه داشته باشه. اسم خلیج رو برداشته عوض کرد، زورش میرسه. میخواد بگه همینا. ببین دنیایی بدون ولی معصوم رو به سازش و اصلاح نیست، قانون جنگله. زور داشتی بمب سنگرشکن میندازی با خاک یکسان میکنی انگاره، نداشتی بمب سنگرشکن میندازن با خاک یکسانت میکنن. برای همین قرآن میفهم وعدوا لهم ما استطعتم من قوه. شیعه قبل از ظهور روایت عجیب غریبی داره. مثلا یکی از فلسفه های غیبت اینه که شیعه آماده بشه، یؤمنون بالغیب، ندیده عاشق بشه. پیامبر خطاب به امیرالمومنین فرمود، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. در مورد افرادی صحبت کرد که پیامبر مشتاق دیدن اینهاست. عین اخوانی، داداشام کجان، برادرام کجان؟ صحابه گفتن ما اینجا یا رسول الله. شما همراهای منید، شما هم صحبت منی. صحابه صحبت دارم میگم داداشام کجان؟ گفتن اونا کیان؟ گفت تو آخر الزمان میان. چند روایت داریم که همش با هم اینو میگه آقا چرا اینقدر اینا جایگاه دارن؟ میگه اینا از شهدای بدرم بالاترن. الله اکبر. میگه چرا؟ میگه اینا ندیده عاشق من میشه. یا علی اینا بدون اینکه روزش بگم، بدون اینکه این دست منو ببینن که دست تو رو گرفتم بردم بالا، میگم من کنت مولا فهذا علی مولا. اینا بدون اینکه ببینن یؤمنون بسواد علی بیاض،
به سیاهی روی سفیدی به جوهر ایمان میارن، کاغذ میخونن ایمان میارن. به در مورد روایت چی میفرمان؟ اطلاعهم شهدا، کشته هاشون شهیدن. روایت بخونید. اعظمهم ایمانا اکثرهم یقینا، مگه ما با ایمان تر از اینها و با یقین تر از اینها داریم؟ پیامبر میفرماد. امیرالمومنین پرسید چرا یا رسول الله؟ میفرماد یا علی جان اینا ندیده عاشق من و تو میشه. خداوکیلی 1400 سال از امیرالمومنین گذشته، این چه محبتی تو دل ما که اسم امیرالمومنین میاد دلمون میلرزه یهویی. شیعه دل بده به من، شیعه نام مبارک مولا رو زنده نگه داشته. یک کاری کرده تو دنیا، هر کسی اسم علی میشنوه میگه یکی بخواد به یکی کمک کن. داداش یا علی کن، یا علی، یه پول میدی به این نفر یا علی، دست علی بده یعنی خیانت نمی کنی. میبینید چی شده این نام؟ حالا دشمنان امیرالمومنین بر 70,000 منبر خواستن ایشونو لعن کنن. از اونا چی موند؟ از علی و اولادش چی مونده؟ امروز کل مردم دنیا میگن چرا؟ یکی نگاه کنید. لبنان سید حسن نصرالله اولاد امیرالمومنین، عراق سید علی سیستانی اولاد امیرالمومنین، ایران که مشخص، یمن سید عبدالملک الحوثی باز اولاد امیرالمومنین. عجیب نیست رهبری این جریان دست علی و اولادشه؟ مگه سادات چند درصد جمعیتن؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ خدا چه نشونه ای داره میده به همه؟ سر این مسئله حتی مسیحیت هم دهنش بسته است. چرا؟ شما منتظران حضرت مسیح هستید، میگید میخواد بیاد ظلم و جور رو برداره. بسم الله. آمریکای مسیحی از کی داری حمایت میکنی؟ جز اینه؟ از کی داری حمایت میکنی؟ امروز دنیا میگه آن کسی نجات بخش است که در عمل منتظرانش نجات بخشن. آن کسی منجی حقیقی است که منتظرانش همین الان منجیان، همین الان دارن نجات میدن مستضعفان جهانو. پس دلت خالی نشه. این اتفاقات سوریه اینجوری میشه، فلانجا هم این طبیعی آخر الزمان. من نمیخوام کمکاری کسی رو سرپوش بذارم. راجع به سوریه سخنرانی کردم، دعوام هم کردم، 60 جا بهم زنگ زدن جواباشون رو دادم. اما در مجموع بدان انقدر مردم ایران، خصوصا ایران در بین شیعیان، اینو شما بگم، آنقدر در روایات ویژه هستند، اصلا باید یه روزی ما فقط راجع به نقش ایرانیان در حادثه شریف ظهور جدا سخنرانی کنیم. انقدر ویژه هستند که این نتیجه چیه؟ نتیجه صدها سال هزاران سال سابقه تمدنیه. نتیجه انسانیت، شرافت و کرامتیه که تو ژنتیک ایرانی‌ها رسوب کرده. کجای دنیا حاضر میشن برای یک کشور دیگه هزینه بدن؟ ذاتاً مردانگی اینجا پسندیده است، ذاتاً امانت داری اینجا امتیاز داره. نه الان، از قبل، حتی پیش از اسلام، حتی پیش از اسلام. در طول تاریخ نگاه بکنید، در بین حکومت‌های پادشاهی، آقا ما تو رو خدای خودت واقع بینانه ببینید، همین شاه‌های 100 سال پیش آدم پوست میکندن. 2500 سال پیش ایرانی‌ها حاکم جهان بودن. دشمن ما که یونانیان، برید ببینید چی گفتن در مورد اون. دشمن ما که یونانیان
پادشاه ایرانی کوروش جوری است که خداوند در قرآن به عنوان ذوالقرنین رو ستوده. اگر میخواید نقلای تاریخی رو مبنا قرار بدید، بخشش که مال دشمنه، بخشش هم تحریفه. الان چه بلایی در برخی از کتب دینی، حالا اینجا اسمشون رو نهیریم، سر انبیاء الهی آوردن، اونام درسته؟ در مورد حضرت سلیمان چیا نوشتن؟ در مورد حضرت داوود چیا نوشتن؟ کتاب دینی صراحتاً، ببخشید، تا زنای محسنه نسبت دادن به حضرت داوود. حضرت سلیمان بت پرستی نسبت دادن، همین الان تو کتاباشونه، اونام درسته؟ قرآن میفرماد و ما کفر سلیمان کافر نبودی، چرت و پرتا چی مینویسید گفتی بت پرسته؟ بله، تحریف صورت گرفته. همانطور که سلیمان رو پاک میکنه قرآن واقعیتش نشون میده، حضرت ذوالقرنین هم واقعیتش نشون میده. افتخار میکنیم از این جغرافیا بوده. اجازه ندید بین ایرانی بودن و مسلمان بودنمون تفکیک قائل بشن. ما همان مردمی هستیم که شرافت و کرامت و نجیب زادگی داشت. ایران یعنی سرزمین نجیب زاده ها. همان مردم تشیع رو انتخاب کردن. ایرانی جماعت با شمشیر دین نگرفته. میخواست بگیره با حمله اسکندر دینش رو عوض میکرد. میخواست بگیره با حمله مغول دینش رو عوض میکرد. ایرانی جماعت زور تحمل نمیکنه. تو اسلام هم نگاه کرد، گفت من این ورژن اهل بیتیشو دوست دارم. گفت کدام اسلام؟ گفت اسلام خانش علی و اولادش. وگرنه این ماجرای سیاوشون که ایرانی‌ها میگرفتن از پیش از اسلام یعنی چی؟ یعنی کسی که برای پاکی خودش حاضر بندازنش تو آتیش، برای پاکیش، برای اثبات صداقتش و پاکدامنیش، این یعنی این پسندیده است. کاربرد دیگه نشانه های ظهور، دل بدید به من، توجه دادن شیعیان به زمان و مکان خاص است. چرا؟ چون ما این ادعا در نداریم حواسمون به کل دنیا باشه، نمیتونیم. برای همین معصوم فرموده آفرین، بورکینافاسو هم رو زمینه، شامات هم رو زمینه، بیشتر حواست کجا باشه؟ شامات. ما چقدر ادعا داریم که به کل دنیا برسیم؟ میگه حواست به شام باشه. حالا از اونجا سفیانی میخواد ظهور کنه، تو روایات گفته سفیانی میاد تا نجف میرسه، میاد نمیدونم ناموس شیعه رو چه کار میکنه فلان. به این معنی شما بایستی نگاه کنی. احسن، این کف فعالیت شیعه است. مثال برات بزنم، این یه چراغ، یه فتیله داره. اگر اینو تا ته بیاری بالا روشنش کنی یه روزه تموم میشه. اگه خوب مصرف کنی یه ماه طول میکشه. درسته؟ نه امکان داره زودتر از یه روز تموم بشه، نه امکان داره خیلی صرفه‌جویی کنی بیشتر از چی؟ یه ماه جواب بده. این مینیمومه، اون ماکسیمومه، این حداقله، اون حد اکثره، کمینه بیشینه. درست شد؟ این دست من و تو. این روایات مال حالت کمینه فعالیت شیعه است. میگه اگه بی ارزه باشی بشینی سر جات میرسه این کارا رو هم میکنه. اگه با ارزه بودم رفتم اونجا حضور پیدا کردم در نطفه خفش کردم چی؟ میگه احسن، من خدای نشانه های ظهور یه چیز دیگه گذاشتم اسم بداع. بداع یعنی چی؟ یعنی دقیقه 90 عوضش میکنه. این بداع رو خدا گذاشته برای اینکه من و تو منفعل نباشیم. فلذا انتظار عمل است، بی عملی نیست. میگه افضل الاعمال انتظار فرج. آقا مگه نمیگن حضرت ولی از کنار خونه کعبه ظهور میکنه؟ پس این وهابی ها کجا کاریش ندارن؟ من نمیدونم چی میشه، معجزه میشه، چه اتفاقی میفته نمیدونم. پادشاهی اینو سقوط کرده ها، چرا کاری ندارن؟ بالاخره این مذهب انحرافی وهابیت تو مردم اونجا رسوخ کرده، به این سادگی ها نیست کنار زدنش. آیا همین اعمالی است که بن سلمان دارد انجام میدهد و وهابی از زدایی میکنند؟
به دست خودشان. یعنی آدمی که منتظره وقایع و یه جور دیگه میبینه، یه پوزخندی هم میزنه میگه خوش باشید. خودتون به دست خودتون دارید تموم میکنین کار خودتون. یا نه من اینجا چیکار کنم؟ وایس همون بغل پوزخند بزنم؟ نه، من رایفی نظرم این نیست. من میگم من باید زمینی کاری بکنم برای این کار. چون میگن آقا امام ما اونجا ظهور میکنه باید جانش حفظ شه، چیکار کنم؟ خب حتما اون موقع تو اونجا شیعیان قدرت دارن که نظرشون نمیرسه. الان شیعیان قدرت دارن؟ نه ندارن. بریم کار کنیم. میدونید عربستان رو نفتش دیگه جز نفت هیچی نداره. ما حج که رفتم از این راننده پرسیدم گفتم شما جز نفت چی صادر میکنید؟ بنده خدا تا مقصد داشت فکر میکردی چیز دیگه بگه. منطقه نفتخیز عربستان دقیقاً استان از شرقیه، احسا، بحرین کبرا، یعنی چی؟ همان منطقه شیعیان 12 امامی. اصلا انگار شیعه علم غیب داشته، جاهای تو خاورمیانه پخش شده که دقیقاً نفت زیر پاشه. ببینید الان نفت خاورمیانه شما ببینید، ایران دست شیعه، عراق شیعه، عربستان اون بخش نفتخیز شیعه. عجب. حتی یمن اون بخش 4 امامی 6 امامی هم بازم شیعه. انگار مثلا ما 1400 سال پیش دستگاه مثلا چاه نفت پیدا کنیم انگار. پس این دنیا مدیر داره کارشو انجام میده. غایب هست اما هست و کارشو داره پیش میبره و درست هم داره انجام میده، دقیق هم داره انجام میده. من شیعه میگم باشه من باید یه کاری کنم این شیعیان توانمند شن. چی کار کنیم؟ کار رسانه‌ای کنیم. نه دستون برمیاد. آقا پاسخ این وهابی‌ها رو بدیم. همینه دیگه. فکر می‌کنم اصلا این مجموعه که من راه انداختم اسم مساف برای چی راه انداختم؟ برای همین. والله اگه 1 ریال بودجه بیت المال بگیرم نمیگیرم که نتونن سیاسی بهم بگن این حرفو بزن و حرفو بزن. 7 دولت آزاده. اذیت میکنن و خیلی اذیتم میکنن. سمت تصور یه روز من راجع به چیز حرف بزنم چون گریه‌تون میگیره بالا من. خب اما میگم وظیفه من پاسداری از این حریمه. این وظیفه رو کی به تو داده؟ عقلم. به عنوان منتظر بودن. 2 مگه رهبرم نمیگه جهاد تبیین؟ تمام. اینم نیست ما خودمون اجتهاد کنیم، نه ما معتقد به مجتهدینیم، بهره میبریم از محضرشون. روزی هم آقا یه نفر اومد گفت آقا من امام زمانم یکی اون قلابی گفت واقعی شما چیکار میکنید؟ من نگاه میکنم ببینم یا آقا چی میگه. یعنی بگم پس کنشگرم نیست برم یه گوشه بشینم خدای امام زمان برسون، خدای امام زمان برسون، خدا تو قراره این کارا رو انجام بدی پس چرا بهش بگن عمل؟ دعا بد است نه خیر. خوب خود ما اومدیم گفتیم این احیای نیمه شعبان و استغاثه برای ظهور رو بیاریم راه بندازیم. مگه نکردیم از سال 92؟ فکس رو دعا به تعجیل الفرج اون سر جای خودش. نقش من چیه مثلا؟ یکی پول داره کمک میکنه، یکی کار رسانه‌ای بلد حرف میزنه، یکی انیمیشن میسازه، یکی شیعیان رو توانمند میکنه. همه تو این آش میه نخود میزنن. ساختمون سازه میگه ساختمون خوب میسازن برای شیعیان. دکتره میگه من اینا رو خوب درمانشون میکنم. معلمه میگه این بچه‌ها رو من امام زمانی بار میارم. اینه تو این دنیا کی هوای ما رو داره؟ همه دزدن. شیعه در عصر غیبت در نبود امام زمانش چنان تشنه میشه مثل زنبورایی که این ملکه زنبور از کندو میره بیرون میرن میگردن پیداش میکنن دورش میشن. همین اتفاق میفته. تشنگی امانشو میبره. فقط طال الصدا دای ندبه کی من عذب ما کی من اون آب گوارا رو بنوشم که تشنگی بیزاریم.
پس این نشانه‌های ظهور میگه که ببین مثلا مثال دیگه در روایت داریم که 1/3 مردم دنیا قبل از ظهور بر اثر مرگ سفید میمیرن. بیماری واگیرداره. تا قبل کرونا هم گفتیم حرفا چیه کرونا اومد. ببینید نمیگم اون کرونا بودا الزاما، اما میگم پس این شدنی است. بعد راوی به امام صادق عرضه میداره که آقا پس ما مردم چی شیعیان؟ میفرما شیعیان ما در امانن. چرا شیعیان اون بیماری رو نمیگیرن؟ آیا شیعه سبک زندگی جدایی داره؟ مثل خیلی دیگه از مسلمان هست. چراییش وظیفه من و توه، مخصوصا اون برادر پزشک ما. اگر اینه یک شیعه فعال چیکار میکنه؟ میگه من پس باید یک ساختار پزشکی قوی داشته باشم قبل از ظهور. 2 ذوب در پروتکل‌های جهانی سازمان بهداشت جهانی نباشم، چون اون 2/3 دیگر داره به کشتن میده. واکسن برای من تنگ نزنم. الان دیدید دیگه همین وزیر کارآمدی دولت آقای ترامپ یعنی آقای ایلان ماسک صراحتاً گفت ویروس کرونا اعلام خودشونه، یعنی تو دولت قرار گرفتن، به اسناد دسترسی دارن. گفت واکسن، گفت بیماری کرونا کار آمریکا بوده. این هوشمندی رو دارد، این امکانو دارد یه بیماری ساختن بتونه 1 ماه واکسنش رو بسازه. پس باید زمینش فراهم بشه. حالا شاید بفهمید بگید این رایفی پور چرا تو ماجرای کرونا رفت کمک کرد به ساخت واکسن فخرا. هدف خود واکسنه نبود الزاماً، شکلگیری زیرساخت‌های لازم در وزارت دفاع ما. خدا رحمت کنه شهید فخری زاده رو. این اولین تست واکسن فخرا رو بچهای ما انجام شد. اولین تست انسانیش. ما به شوخی این 3 تا از این بچهای ما که روشون تست شد اولین بار، به شوخی میگیم اول رو موش آزمایش شد، بعد رو خوکچه هندی، بعد روی میمون، بعد رو تو فلانی. این نمیشناخت. میگم ما اونجا یه جایی بود قرنطینه‌شون کرده بودن. میگم یه پیرمردی اومد، نمیدونستی شهید فخری زاده است. یه پیرمرد اومد گفتش که پسرم منم به خدا دوست داشتم خودم جز اولینا باشم، به من میگن سنت بالای 60 سال اجازه نداری. چند نفر شما قبل شهادت فخری زاده میشناختینش؟ غریبه به اتفاق اینجا هم نمیشناختن. کلی از این مسئولین خدوم داریم جانشون هم گرفتن دستشون نمیشناسید. فردا میگه آی مسئولین دزدن، آی مسئولین فلانه. این حرف چرتیه ها. بله دزدن تو مسئولین هستن. احمدی روشن میشناختی قبل شهادتش؟ نه. تهرانی مقدم میشناختی؟ نه. میبینید چقدر آدم موثری بودن. از قضا اینا که خیلی دادار دودور میکنن بذارید کنار. کلی دارن زحمت میکشن که اصلا ماها نمیشناسیمش. بعد اومده گفته بود پسرم، اینم بچه خیلی شر و شیطونیه، این کسی که روش تست شده بود، ورزشکار و مبارزه در قفس میره انجام میده، کارایی میکنه. بعد بهش گفتم که برگشته بود گفته بود که راست گفتن حاج آقا شما سنت بالای، به شوخی گفته بود یه پاتم لب گوره. بعدن که شهید شده و فهمیده بود این همونه، انقدر این گریه میکرد، انقدر این اشک میریخت. چرا رفتیم اونجا؟ برای اینکه ما همچین اعتقادی داریم. میگیم برای ظهور باید فعالانه عمل کرد. روایت در ادامه میفرماد 1/3 دیگر مردم کره زمین در اثر مرگ سرخ میمیرن. مرگ سرخ یعنی خون و خون ریزی. باز راوی میگه عرض کردم آقا پس ما چی؟ فرمود شما در امانید، شما شیعیان ما. چرا شیعه در امان است؟ به یک قدرت نظامی رسیده است. ها؟ چرا تو جنگ به این حمله نمیکنن اون بغل وایستاده؟ آیا درگیری بین غیر شیعه در میگیرد ما اون بغل باید بشیم تخمه بشکنیم؟ هر کدام هست من باید براش آمادگی داشته باشم. نه تنها من ایران توانمند بشم، عراق رو هم توانمند کنم، شیعیان و پاکستان هم توانمند کنم، یمنی ها رو هم توانمند کنم. آیا جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه؟ نه. اگر آمریکایی ها انقدر راجع به حاج قاسم حرف نزده بودن میشناختینش؟
نمیشناختش. گذاشته چی میگم؟ این واقعیته. پس نشانه‌های زور برای امید بده. یه مسئله دیگه هم داره برای مقابله با مدعیان دروغینه. طرف میاد میگه من یمانیم، میگم برادر یمانی، میگن یمانی و سفیانی و خراسانی همزمان زور میکنن، تو چطور یمانی هستی که هنوز خبری از سفیانی نی؟ خبری از خراسانی نیست؟ برو دنبال بازید. یه بابایی ما میدونم مثلا سخنرانیمون تموم شد، عید بیعت بود. این مراسمات امام زمان رو پرشکوه شرکت کنید، بذار دنیا ببینه و بعد پخش کنید. از همین شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید. الان با هوش مصنوعی دیگه کج و کوله ترین آدما میتونن به هر زبونی خواستن مطلب پخش کنن. ها درسته؟ با هوش مصنوعی این جمله رو برای من به انگلیسی بنویس، به مغولی بنویس، به هر چی بخواد میشه. پخش کنید. نشستی برو 2 تا نظر بذار زیر اون پیجش. بگو آقا نماش چیه؟ این قصه‌مون فرق داره. واقعیت اینه. بیا برو این لینک این سایت برو بخون مثلا. این کلیپو برو ببین. اما میدونم حسین سخنرانی من تموم شد، پشت سوار سمندی شدیم و بیا اینجوری دیدم یه آقای موهای بلند سفید ریشه محاسن سفید دوید اومد سمت ماشین. من به این دوستم گفتم وایس، گفت وایستیم گیر افتادیم دیگه تو جمعیت. خب بذار برم. گفتم بابا سن و سالی از بنده خدا گذشته. اینجوری زد رو ماشین. گفتم حاج آقا دست و پاش نره زیر ماشین. گفتم جانم. برگشت گفت من امام زمانتم. نفهمیدم بنده خدا دیگه. گفتم آقا ما خیلی وقت دنبال شما، اینجا کجا؟ بعد مسخره میکنی؟ گفتم چه مسخره؟ مخلصتم هستم. این شماره تو بده ما با تماس میگیریم. شماره رو گرفتیم و به این دوستم گفتم بهش زنگ بزن، قول دادم. زنگ زد و تو شبکه‌های اجتماعی برای این وایس می‌رفتم میره بعد نشون میداد. بعد گفتم بهش بگو امام زمان به تمام زبان‌ها تسلط دارد. روایت اصول کافی. به تمام زبان‌ها حرف میزنه. راوی میگه امام حسن عسکری من در تعجب مونده بودم. ترک میرفت پیشش ترکی حرف میزد، هندی میرفت پیشش هندی حرف میزد. او که از بچگی همینجا بود تکون نخورد چجوری زبونا رو میدونست؟ ابو هاشم جعفری کوفی در مورد امام هادی میگه ریگی رو گذاشت تو دهان، میگه تمام زبان‌ها رو بلد. به بقای فرمانده ارتش متوکل ترکی حرف زد. بقای پرید از اسب پایین پای حضرت بوسید، فرمانده ارتش متوکل. گفت چرا؟ گفت او رو با اسمی صدا کرد که من تو ترکستان تو بچگیم تو روستامون به اون اسم منو صدا می‌کردن. گفتم یکم باش ور برو شروع کن بگو آقا بیا با هم انگلیسی حرف بزنیم. وقتی امام زمانه دیگه. امام مسخره تو هم. گفتم ولش کن. بهش بگو اهل بیت گوشت و پوست و استخوانشون بر آتش حرامه. نمیسوزن. یه فندک اتمی بگی زیر دستت، یه 10 دقیقه نگه دار بر ما بفرست. چرا مسخره میکنی؟ گفتم نه واقعا همینه. نشانه ها برای همینه. شناخت معصوم برای همینه. حالا چی بود؟ 6 دقیقه از صوتش هم من گفتم بذارید رو کانال مؤسسه مردم بشنون. اون مکالمه رو گذاشتیم. هست الان میتونید کانال مساف برید ببینید. سرچ کنید، پیداش کنید و گوش کنید. این نشانه‌ها برای اینکه ما مدعیان دروغین رو کشف کنیم. البته یه نقطه مقابلی هم داره. این نشانه‌ها که ما بهش دسترسی داریم دشمن هم داره. بر مبنای همینا میتونه طراحی کنه. بگه خب ما یمانی بخوام درست کنیم همزمان باید یه سفیانی هم درست کنیم، یه خراسانی هم درست کنیم. ها اینم هستش. اصل پس محکمات و مسلمات فهم مهدویت. اینم باز من تاکید میکنم. آیه تشکیل حکومت قبل ظهور بدعت فلان بهمان احلاس بیوتکم بشین تو خونه‌هاتون فلان سکن. مگه ما گفتیم این حکومت ها میتونن جا حکومت امام زمان رو بگیرن؟ به هیچ. رهبران ما میگن ما خاک پای قنبر امیرالمومنین هم نیستیم. این صحبت رهبر انقلاب. اما من توی دنیا ساکت بشینم پروتکل های جهانی رو بر ما حاکم کنن که تو به بچم توی مدرسه همجنس بازی یاد بدن؟
هیهات. منتظر خورشیدیم، الان هم شب تاره اما شمع روشن میکنیم. شمع جای خورشید رو میگیره؟ به هیچ وجه. بتونیم 10 تا شمع روشن میکنیم، بتونیم 100 تا شمع روشن میکنیم، بتونیم 1000 تا شمع روشن میکنیم، اما هیچ شمعی جای خورشید رو نمیگیره. شأنش هیچ کسی جای معصوم رو نمیگیره. لا یقا بنا احد الناسی رو با معصوم نمیشه مقایسه کرد. اینو بگم مردم اینجا انقلاب کردن به اسم اون زمان، خدای تا انقلاب مهدی. چی میگید شما؟ نون انقلاب والا تا الان هر جا از امنیت دفاع شده به خاطر اهل بیت بوده. جز اینه 8 سال جنگ با بعثی‌ها مردم رفتن جنگیدن، شهید شدن، گفتن همینجا چقدر شهید داده. من دوستان داشتن میگفتن من سربند یا صاحب از زمان میزدن میرفتن میجنگیدن. یعنی مرز ایران این گربه حفظ شد، نون اهل بیت. تعارف نداریم. پس ما کنشگریم، هیچی برای اونجا خورشید رو نمیگیره، اما دلیل نمیشه تو شب تار دل به سیاهی بدیم. این دیوونه ها مثلا تو تاریکی بخوریم به هم، این اونو خف کنه، اونو بکشه، نمیدونم چیکار کنه. همین دانشجو این اتفاق براش افتاده متاسفانه، میگه اون کوچه تاریک بوده. باید دو تا پروژکتور میذاشتن یا نه؟ 2 تا دوربین نصب میکردن یا نه؟ یا وای میستادن روز بشه؟ خب از شبا چی؟ میبینید؟ شرط عقل اینه. اگر ما قدرت نظامی نداشتیم میشیم، ترامپ با ما چیکار میکرد؟ اینکه با کانادا این کارو میکنه با ما چیکار میکرد؟ با غزه‌ای‌ها چیکار کردن؟ دولت لبنان نگاه کن، از ترس اینکه مبادا اسرائیل حمله کنه میاد داداش نزن. اردنی‌ها رو دیدید؟ ترامپ گفته بعد اینا برن اردن یا مصر. اول یه 2 تا کری خون، بعد بنده خدا رفت پیش ترامپ، اصلا سیمیماش قاطی کرد، جرقه میزد. دیدید؟ چشم چالش ریخته بود به هم. کجا؟ بعد همزمان ما ایرانی برای ما هم کری خون، باید سلاحاتون رو تبدیل. رهبرم اومد عملاً گفت خفه شو بابا انجو. مال این حرفا نیست. تو این شرافت، این عزت به پشتوانه چیه؟ به پشتوانه مردم شریفیه که امام حسین تو ژنشونه. تو خونشونه. اینا قدر میدونیم ما. پس یکی هم چی؟ این محکمات و مسلمات وظایف شیعه من چیه؟ همین. یک نکته آخرم بگم. مسئله دیگه اینه که در برخی از روایات گفته میشه اگر چنین شد چنان کنید. اگر این اتفاق افتاد شما به همان کنید. نمیگه؟ میگه آقا این تو شامات این اتفاق شد، مثلا شامات برید، میگه خودتونو ولو روی زمین اگر فلانی خروج کرد برسونید، ولو رو برف بود سینه خیس خودتونو برسونید. یه سوال، پس من هر لحظه باید شرایطو بسنجم، بگم ببینم این آیا آن آدم روایات هست یا نیست دیگه. یعنی باید تطبیق بدم. این رو با اون آدم تطبیق بدم، مطابقت میکند یا نه؟ تطبیق به این معنی ها مطابقت میکنه یا نه؟ اگر دیدم هست کنشگری داشته باشم، نبود دقت کن ناامید نشم. چون بعضی میگن آی اگر تطبیق بدیم بعد مردم ناامید بشن. نباید ناامید. بله هر روز نباید چوپان دروغگو درست کرد این اونه فلانه به همان نشد. آی آقا بشینید این ماه رمضان حتما میخواد اون اتفاق بیفته، نشد چی؟ مردم ناامید نکن. از این نباید شلوغش کرد. از اون طرف هم چی؟ شیعه باید هر لحظه خودش رو با ظهور بسنجه. عین یک کسی که نسبت به مبدأ مختصات خودش میسنجه. میگه والمسارعین الیه فی قضاء حوائجه،
من باید مسارع باشم با سرعت، ببینم امروز حاجت امام زمانم چیه، برم اونو برآورده کنم. فی قضاء حوائج والممتثلین لأوامره. امر امام زمان الان چیه؟ الان امام زمان چی میخواد؟ بگه اوضاع اقتصادی خرابه، بله. بی‌عرضگی مسئولین نمونه، بله. اوضاع جهانی هم هست، بله. الان تورم تو ترکیه هم داره بیداد میکنه، خبر دارید؟ تحریمه؟ نه. عضو ناتوه، همه چی هم هست. درست شد؟ من چی کار میتونم بکنم؟ بگم حداقل این 4 تا شیعه رو حواسم بهشون باشه. مفخور بار نیارم و تنبل بار نیارم، اما فردا سرم پیش امام زمان بالا باشه بگم آقا جون 5 تا خونه داشتم، 2 تاش دادم اجاره، 3 تاش دادم 3 تا زوج جوون برام بشینم. بگم به شرطی میذارم ادامه بدید که بچه‌م به دنیا بیاد. جز اینه ما باید این کار رو انجام بدیم. چیه؟ بچه‌ن دیگه اینا. حداقل کار منه، چنان خدا برکت میده به زندگیت، به نسلت، به بچه‌هات برکت میده که اون سرش ناپید. یادم یه سوالی من همین حرفو زدم، گفتم آقا قرآن میفرماد بدونید یکی از جهنمی‌ها رو داره مثال میزنه، یکیش همینه. میگه چی؟ میگه متعدد میکنن اموالشونو. جز اینه؟ متعدد میکنن. بابا یه خونه داری بسته دیگه، 2 تا 3 تا، چه خبره؟ اصلا وقت نمیکنه اجاره بده، همچه خالی انداخته که قیمتش بره بالا. میگه این اون دنیا گردن آیه قرآن و حدیث نیستا بگی مثلا سندش چیه، خود آیه قرآن. خب چیکار کنه؟ آقا بسم الله، کسی نگه پولتو بده یکی دیگه، خونه رو بخر به نام خودت هم باشه، اجاره که میتونی بدی. بیا تو همین مجلس که به نام امام زمان تشکیل شده، جوون نشسته، پسرم چرا ازدواج کردی نه؟ چرا نمیتونی؟ آقا پول 3 سال با من. کاری داره در دیوار خونه‌تو میخواد گاز بزنه. چیکار میخواد بکنه؟ میبینی؟ از اون چیز ثواب برای خودت بتراش. اینو ما گفتیم چند سال پیش، از قضا تو همین یزدی بنده خدای انجام داد، با ما تماس گرفت، براشون چند واحد و اختصاص داده به همین کار. گفتم رحمت بر پدر و مادرت. هر کسی تو ایران الان همین کارو بکنه، یه بخشی از این بار برداشته میشه یا نه؟ آقا اصلا کاری ندارم این دولت اون دولت هیچی، منم نسبت به شیعیان امامم این احساس وظیفه رو میکنم. ببینید چقدر ساده است همین کار. من خیلی شده مثلا یه جایی میریم ما رو دعوت میکنم، مثلا میپرسم که این بنده خدا کیه؟ میگه بنده خدا مشکل داره. مثلا یه آدمی رو مثلا تو 70 سال سن آورده بود رانندگی، بعد اصلا مثل لاک پشت میرفت، یعنی ما جوونیم دیگه خیلی حوصله نداریم، با 20 تا میرفت. گفتیم بنده خدا، گفت این بازنشسته، مریض، خانمش سرطان داره، خرج زیاد داره، منم نمیخوام تحقیر بشه، دوست نداره فکر کنم دارم بهش پول مفت میدم، میخوام کمکش کنم، این بهانه است. روزی 2-3 بارم با این ور اون ور میرم، بقیه‌اش هم اسنپ میگیرم میرم. گفتم رحمت بر پدر و مادرش و شرافت تو. نذاشته بود بفهمه این نوع کمک کردن. نه مفخور بار بیار، نه سرکوف بزن، نه منت بذار. نمیتونی؟ میخوام بگم کاربر امام زمان ریخته برای من و شما. آقا 1 قرون پول ندارم، هیچ کار نمیتونم بکنم. کی گفته؟ تو احیای مراسم برگزار کردن و برپایی مراسمات اهل بیت که میتونی کمک کنی. یه داربست میتونی ببندی یا نه؟ یه کفش میتونی جفت کنی یا نه؟ 2 تا چای میتونی بدی یا نه؟ اون 2 تا فلان فلان شده رو از اون بالا میتونی بکشی پایین یا نه؟ دیدید هر کسی؟ مگه تو 40 امام حسین خیلی عجیب صحنه‌ای رفتید دیدید دیگه؟ طرف اینجا وای میسته دستمال کاغذی دستش میاد تو ظل آفتاب، که رد میشین دستمال کاغذی ازش برداری.
اصلا مال خودش هم نیست، میرن موکبیه میگیره میدون جو بمیست. بعضیشون که هیچ کاری نمیتونن بکنن برای تو میرن تو صف وای میستن، تو صف غذا وای میستن، میگیرن میدن به یه نفر تو رو، میگن تو برو تو وای نایستا، تو زودتر برس به معشوق من، تو زودتر برس به حسین. گفت دعوا نمیتونم بکنم، کت که میتونم نگه دارم. میبینید ای بسا همون کار صادقانه خالصانه اون آدم 100 برابر کار اون ملاک پیش خدا ارزش داشته باشه. من خیلی دیدم آدم بوده خدا شاهده میاد تماس میگرفت، گفت آقا فلانجا زلزله اومده شما نمیخواید کمک کنید؟ گفتیم چرا؟ چه کار میتونید؟ گفتیم میتونیم بریم براش خونه بسازیم. آقا برو من. یک جور این آدم میومد نقش آفرینی میکرد میرفت. خب ما با فرمانده سپاه استان و خوزستان امن کردیم، مثلا تو اندیکا داشتیم کار انجام میدادیم، رفتیم جلسه نشستیم برگشتیم مونده، هیچ اسمی از این آدم نیومد. گفت من نباید اسمم باشه، شرط من اینه نمیخوام اسمم باشه. هیچ کس هم نفهم، فقط من میدونم و یکی دو تا از بچه‌هامون. این کی بوده؟ سیمان داد بنده خدا، چقدر سیمان فرستاد، کامین هم سیمان فرستاد. آدم اینا رو میبینه امیدوار میشه. تو این سیاهی‌ها ناامید نشید. ترامپ خرکیه بابا. این خط، این نشون، ببینید ترامپ چیکار میکنه با آمریکا. امشب یادتون باشه ببینید همین ترامپ چیکار میکنه باش. خدا قربونش برم بازی داره با این بندهایی که سرتقن. میگه خب مسیح تو بازی دوست داری، یه حالی بهت بدم. فرعون دید چیکارش کرد؟ این همه بچه میکشت. آیه قرآنه. مهر و محبت موسی رو انداخت تو دل فرعون. همون خدا نمیتونه محبت من و تو رو بندازه تو دل یکی دیگه؟ هر بلایی موسی سرش می آورد دوست داشت، کارش نمی‌کرد. می‌بینه حضرت موسی هم تو خونه فرعون بزرگ شد، زیر نظر تربیت پدر مادر خودش. نگاه کن چیکار کرده، شیر مادر خودش خورده، اما دیگه خرج تحصیلات و فلان همه چی با فرعونه. بزرگ شده مثلا 3-4-5 سالش شده. فرعون بارام داده بود، اون بالا نشسته بود، پله میخورد، مردم پایین میشستن، اونجا نشسته بود، این داشت بازی میکرد. اومد یکم وایستاد، این صندلی فرعون یه نگاه، یه لغت زد زیر پایه جلوییه، 40 تا پله رو با دماغ رفت پایین فرعون. یه کاهناش میگفتن بابا این بچه مشکوکه ها. این گفت نه اصلا اون ماجرا که حضرت موسی برمیگرده بعد از شعیب برمیگرده اونجا، فرعون همین رو بهش میگه بابا من بزرگت کردم. این خدا نمیتونه محبت من و تو رو بنازه؟ این خدا نمیتونه ترس ما رو بنازه دل یکی؟ این باورم ما شما داریم. ترامپ کیه؟ من و تو مسلمانیمون رو باید بکنیم. مثالش بارها عرض کردم. صدام پدر سوخته‌تر جنگ تموم شد. گوش کنید. صدام واقعا شکست خورده بود. یعنی چی؟ 8 سال جنگیده. ببین ما 220,000 تا شهید دادیم، اون 400,000 تا کشته داد. جمعیتش نصف ما بودا، انگار که 800,000 تا کشته بده. تعداد اسراش بیشتر. از درون فرو پاشید. نیاز به یه پیروزی داشت. حمله کرد به کجا؟ به کویت. درسته؟ آمریکا هم گفت تو به کویت حمله کردی، میخوای نفت و جریانش بریزی. حمله کرد به صدام. حالا صدام که تا دندان مسلحه تسلیحات بشه، ما دیگه 50 تا هواپیما بیشتر نداشتیم، اونم دیگه زپرتشون در رفته بود. قشنگ F4 قطعاتشون رفته رو F14 می‌ذاره. هواپیمای برای جنگ هوایی بمب افکن درست کردیم. این کارای این ایرانی بازیه که هنوز هم داریم انجام میدیم دیگه. ماشینا رو با هم جفت میندازیم، پژو رو با پیکان رو با پراید رو با وانت. علم ژنتیک خودرو دانشش تخصصش مال ماه. نمیشه، وگرنه پراید اینا با اتوبوس هم جفت مینداختن. والله. بعد چی شد؟ صدام سیستم شوروی اومد کلی هواپیمای آنچنانی مدل روز داشت. نشست با خودش فکر کرد، 2 تا 4 تا کرد، به چه نتیجه رسید؟ گفت من 150 تا هواپیما دارم، قطعا آمریکا اینا روز اول میزنه. همون کاری که اسرائیل با سوریه کرد. دیدید؟ خب چیکار کنم؟ فکر گفتن آها بهترین کار این هواپیما رو بدیم ایران برامون نگه داره. آقا 1 سال بعد جنگ
به عقل جن میرسه. صدامی که دیروز شیمیایی به تو میزده 150 تا هواپیما هلو بپر تو گله، 2 دسته تقدیم ما کرد. نیروی هوایی سپاه شکل گرفت با هواپیمای عراقی. عجیبه. یکی از این خلباناشون اومده بود ایران زمان داعش، رفته پایگاه هوایی شیراز، بچه‌ها میگفتن اونجا هواپیمای خودش رو شناخته بود، گریه کرده بود، گفته به خدا شما بر حقید. تو چرا؟ گفته من با همین هواپیما کشور شما رو بمبارون میکردم، خدا منو چرخون خرمو کشید آوردم اینجا، زانو زدم در مقابل شما. هواپیما خودش رو شناخته بود. برای خدا کاری داره؟ میگه این با اینا مظلومان جنگیدید، نه فشار آوردید، وایسید حالا من میخوام خدایی کنم. خب یه کار کن، هواپیما رو بده اونور. داد یه سوال، ما میخواستیم بجنگیم، یه فاو گرفته بودیم سر همون بابامون در اومد دیگه، آخرم پس گرفت و چه خیانتایی هم صورت گرفت اونجا متاسفانه. خب حالا تموم شد. به دست کی عراق به ما تحویل داد؟ ها؟ آمریکا. 2 دسته. الان یعنی تصویر فرمانده نظامی ما که 8 سال داشته باشه میجنگیده، الان برای راش باید تو کشور عراق باشه. ستونای نجف تا کربلا رو میری، هر 50 تا 50 تا عکس حاج قاسم. عجب. بابا باورتون به این خدا باشه، ترام خره کیه؟ به شرط که من و تو مسلمونیمونو کنیم، همون جوری که بچه‌هامون مسلمونی کردن، همون جوری که داداش باکری پشت بیسیم گفت تیرامون تموم شده، داریم به تانک‌ها سنگ میزنیم. این تنها کاری که ازمون برمیاد. اون کارو کردنم. این خدا عاشق همچین بنده‌ای. میگه وایستا بقیش با من. هر جام غرور گرفتمون، زد تو پوزمون، زد تو دهنمون. خدا بشه در جات. مسلمانان نگاه کن بدر رو چجوری پیروز میشن. تو احد میگن بریم غنیمت جمع کنیم، خدا میزنه تو دهن مسلمان. پیامبر بدر پیروزی، احد شکست، خندق پیروزی. همینه. درس باید بگیریم از امثال ماجراهای سوریه و چه و باید درس بگیریم، بشینیم خود انتقادی کنیم، بگیم واقعا سهم خطای ما چقدره، همه رو بندازیم گردن بشار اسد. نامردی خدا وکیلی. کلا سر خودمون نذاریم. مسئله اینه. پس یه منتظر یعنی همچین کسی نشانه ها رو بررسی میکنه، دنیا رو بررسی میکنه، وظایف خودشو میدونه، جایگاه خودشو میدونه، اعتقادش به خداست، بیکار نمیشینه، تو عصر غیبت نمیذاره، دست بچه مسلمان همسایه‌شون رو میگیره، دست بچه فامیلشون رو میگیره تا جایی که بتونه کمک میکنه. خیلی من میگن آی پسرم اینجوری شد، دخترم اینجوری شد. میگم چی شده؟ میگه پسرم نماز نمیخونه، دخترم ال شده بل شده. اینجوری میگن دیگه. بهش میگم حالا این کارا رو بکن، مثلا اون چیزی به ذهنم میرسه مثلا توضیح میدم. بعد بهش میگم ببخشید اون بچه همسایت هم پسر تو ها. حضرت ابراهیم خدا بهش میگه هر کسی که تو عهد توه ذریه تو محسوب میشه. اینجوری نیست؟ به من شما چی یاد دادن؟ پیامبر رو میفرماد انا و علی ابوا هذه الامه. یعنی ما بچهای پیغمبریم، بچهای امیرالمومنین، ولو سید نباشیم. تو زیارت حضرت زهرا به ما یاد دادن، میگن بگو یا ام المؤمنین، یعنی مادر مؤمنان شما، ولو سید نباشیم. مثلا از نظر ژنتیکی فرضاً نظر کدام مهمه؟ اصل اینه. وگرنه به پسر نوح چی گفت؟ آیه قرآن انه لیس من اهلک، اون خانواده تو نیست. استغفرالله. یعنی بچه که دیگه بوده؟ نه، یعنی ژنتیک مهم نیست. همین شما مردم از پیشگام بشید تو کشور، شروع کنید از خودتون همشون ونذر عشیرتک الاقربین، از همین کمک کنید به همین اطرافیان خودتون. یه کاری کنید نمونه بشید در کشور. خود من برم با افتخار این من برم بگم آقا اینا کمترین معتاد دارن، برم اینا کمترین میزان خدا نه که مثلا سرقت داره صورت میگیره، کمترین. چرا؟ چون هوا همو داره. هر کس از گوشه کار خودش شروع بکنه با کسی که کار نداشته، وای نستا یکی دیگه بکنه.
یه جایی گفتن می‌خواستن یه حوضی رو پر کنن، گفتن برید از سرداب آب بیارید، با مشک برید بیارید. یکیشون گفتش من این همه پله رو برم بابام در میاد، توی مشک رو فوت کرد. رسیدن اون بالا، بعد گفت اون لالوها که دارن میریزن منم الکی کم پرشون کله اینو میکنم زیر این آب همینش بشه. وایسادن گفت خب بفرمایید دیگه بریزید. اونو گفت نه تو بریز، اونو گفت تو بریز، ده بزن. نگو این فکر به ذهن همشون رسیده بود. همه باد برده بودن بالا. نشه این بشه ها. خدا عاشق اون بنده‌شه که به خاطر نظر بقیه کار نمیکنه، به خاطر خودش کار میکنه. میگه من عاشق اینم. بچه 7 ساله پدر مادرش فرستاده بودنش تو جنگ کمک کنه به داداش بزرگش حضرت داوود. گفت منم میخوام برم. منم گفتم مثلا عقب وایستا، یه نونی چیز آبی خواست داداشت بهش بده. تیرکمون داشت، فلاخون داشت. نگاه کرد دید رئیس اونا سوار اسب جالوت اونجاست. باقا جو من اگه اونو بزنم کار تمومه. تیرکمون رو چرخون 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 زد تو کله جالوت، افتاد مرد. جنگو پیروز شدن. خدا گفت من اینو پیغمبرشون. این به قول شما یزدی هم میارزه. این به درد پیغمبری میخوره، این جنم داره. بله خود شما یه جایی داری کار میکنی، کارگری داری، میگی ببین نگاه کن این آدم چکش میکنه، از دوربین میبینی. من خودم خیلی از این بچه‌ها مؤسسه میدم، مثلا یه آشغالی میندازم گوشه مؤسسه عمدن، نگاه میکنم ببینم کی اونو ورش میداره. نفهمنا دوربینا رو چک میکنم، میرم یا بگو چک کنونه. مایه ببخشید دستشویی طبقه بالا خالی شده، وای میستم به مسئولش میگم تو نریزمدن، ببینم کدومشون بلند میشه طبقه پایین رو ورداری بیاره پر کنه. اون آدم به درد بخوری، اون آدم با عرضه‌ایه، اونو باید جداش کرد. ما اینا به عقل ما میرسه، خدا اینطوری نیست. باعث افتخار بود من خدمت شما بودم. انشاءالله خداوند به تنتون سلامت بده، به روحتون ایمان بده، به فکرتون نور بده، نسل اهل بیتی به شما بده. انشاءالله به چشم سر خودمون ظهور اماممون، عزیزمون، قلبمون، جانمون حضرت ولیعصر رو ببینیم. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.